همیشه فکر می‌کردم برای اینکه بتونم یه ادیت خیلی خفن داشته باشم روی ویدیوهام، حتما باید یه سیستم خیلی قوی داشته باشم یا افتر افکت بلد باشم. تا اینکه با کپکات آشنا شدم و شروع کردم ویدیوهام باهاش ادیت زدن. اما خب ویدیوهام هنوز مبتدی بودن و در حد روایت با ویدیوهای بقیه نبوده. به خاطر همین کل گوگل رو زیر و رو کردم تا 10 تا ترفند رو پیدا کردم که کمک کرد ویدیوهام چند لول بره بالاتر. امروز قرار بهتون این 10 تا ترفند رو آموزش بدم تا شما هم ازشون استفاده کنید. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بچه میخوام یه رازی و راجع به اعداد بهتون بگم. اعداد تاثیر مستقیم روی ذهن ما داره. یعنی موقعی که ما یه عددی رو داریم میبینیم که در حال رشده، یه سیگنالی به مغزمون ارسال میشه که به صورت ناخودآگاه نمیتونیم چشممون رو از روی تصویر برداریم. به خاطر همین اولین ترفندی که قرار بهتون یاد بدم راجع به اعداده. حالا شما این اعداد رو میتونید به صورت المان پشت بک‌گراند سوژه‌تون بذارین یا به صورت افکت تصویری بعد از صحبت سوژه‌تون اعمال کنید این کارو. بریم حالا یاد بگیریم. کار خیلی آسونه. خب برای درست کردنش بچه‌ها میایم توی این تبای بالا رو میبینید. یه تب داریم به اسم تب تکست. روش کلیک میکنیم. روی این به علاوهش میزنیم که یه دونه تکست برامون بساز. توی پنجره سمت راست یه باکسی هستش که کلی المان هست برای تغییر. حالا هر المانش بعید میدونم بتونم توی این ویدیو براتون توضیح بدم، ولی تا جایی که ممکنه رو به صورت خلاصه براتون توضیح میدم. اول که اینجا مبلغ رو میزنیم مبلغ رو میزنیم، منظور هم عدد رو میزنیم و به انگلیسی دیگه میزنیم مثلا 10 میلیون تومان. توی قسمت پایین میتونیم فونتش رو تغییر بدیم. مثلا این فونت زیاد جالب نیست، تومن رو خیلی کوچیک زد، این باحال شد تقریبا. سایزش رو میتونیم چیز کنیم، کوچیک بزرگ کنیم. حالا اینجا بولدش میتونیم بکنیم، میتونیم زیرش خط بذاریم، ایتالیکش میتونیم بکنیم، کار زیادی میشه کرد. رنگش رو میشه عوض کرد، فلان فلان فلان، کلی خیلی چیزه بچه‌ها. بخوام توضیح بدم خیلی طول میشه، ولی چیزی که ما عملا باش کار داریم و قراره براتون توضیح بدم. مثلا توی بخش افکت رو ما زیاد کار داریم. چرا کار داریم؟ اول اینکه بهتون بگم که حالا برای من اینجا باز کردش خود شانسی ولی شما به حتما وی پی تون روشن باشه. من بچه اینم بهتون بگم، دارم از نسخه پی سی استفاده میکنم بخاطر اینکه تصویر بزرگتری دارم، ولی هر کاری که من دارم اینجا میکنم شما هم داخل گوشی دقیقا همه اینا هستش و میتونید انجام بدید. اگه حالا فکر کردین نمیتونید پیدا کنید این چیزا رو، برام کامنت بکنید، جوابتون رو میدم، کمکتون میکنم. یا اینکه اصلا میتونم یه دونه ویدیو مجزا برای موبایل درست کنم. خب اینجا ببینید بچه‌ها یه سری افکت‌های متنی هستش. مثلا من میتونم بزنم روی اینجوری میکنم. خیلی افکت‌های متنی خیلی قشنگه، یعنی اصلا وقتتون رو هدر این نمیدونم خودتون روش افکت بدین و نمیدونم پریست پیدا کنین جو چیزا نداره. کپکات یه خوبیه که داره، پریست های آماده است، خوراک و خلاصه کار باش راحته دیگه. این از این. حالا ما بخوایم این کاری کنیم که این عدده در حال حرکت بشه، خیلی آسونه، فکر می‌کنم همتون بلد باشید. خب اینجا باید یه دونه کراپ بکنیم چیزمون رو، سکانسمون رو. یا میتونیم از اینجا از این گزینه اینجا استفاده کنیم، یا خودش زده. ببینید زده میگه کنترل بی رو بگیری اسپلیت میکنم، یعنی کات میکنم برات. من میارم روی اینجا یه کنترل بی دیگه میزنم، بقیه‌اش رو پاک میکنم اگه بذاره. خب جفتشو کپی میکنم، بعد پیستش میکنم، میام آخر سکانس پیستش میکنم، آخر سکانس پیستش میکنم. بعد شروع میکنم هر رقمش رو تغییر میدم. مثلا میام رقم دوم تو قسمت بیسیک، میام اینجا مثلا میذارم 10,565,123 بار. بعد تو اینجا میام مثلا میذارم 900، حالا 960. خب بچه من تا همینجاشو درست کردم دیگه، بقیهش از حوصله واقعا خارج شد. ببین وقتی من اینو پلیش کنم میبینی اعداد داره همجوری میره به سمت بالا. تا اینجا ما یه دونه عدد درست کردیم که خیلی ساده و شیک و باحاله، ولی تا وقتی که به این عددمون نتونیم یه موشن درست حسابی بدیم، حالا یا این عددمون یا هر المانی که چه پشت سوژمون، چه جلوی سوژمون، چه تو افکت تصویری، تو هر چیزی استفاده میکنیم،
بهش موشن ندیم تاثیر خاصی روی ذهنیت بینندمون نداره. چجوری باید این کارو بکنیم؟ حالا من این متن رو زدم پاک کردم، کاش پاک نمی‌کردم. خب من یه المان آماده آوردم، یکی لوگوی کپکات، یه دونم بک‌گراند ساده، چیز خاصی نیست بچه‌ها. اگه هم میخواین این چیزا رو حتما برام کامنت کنید. لینک دانلود یه پکیج کامل از این المان‌های خاص رو که خودم طی این مدت واقعا جمع کردم و اینکه اصلا چجوری جمع آوری کنید بچه‌ها، این خیلی مهمتر از اینه که شما برید برای بقیه رو هی دانلود بکنید، پول نمیدونم پکیج‌های مختلف بدین که طرف اینو آماده کرده باشه براتون. اینجور چیز بهتون یاد میدم که چجوری خودتون برید پیدا بکنید. اول از همه که این لوگو رو من یه ریموو بک‌گراند میزنم. برای این کار میایم توی قسمت بیسیک، من اینم بگم حالا قبلا تو ویدیو قبلی گفتم ولی اینجا میایم تو قسمت ویدیو بیسیک ریموو بک‌گراند، زده اوتو ریمووال، یعنی که به صورت اتوماتیک با هوش مصنوعی داخل کپکات میتونید این کار بکنید. بچه اینم بهتون بگم فقط تمام این قابلیتی که میبینید الماس داره برای نسخه پرو کپکات هستش. حالا ما از اونجا که تو ایران هستیم نسخه پرو معنی نمیده، اینجا همه چی کرکیه. برای اینکه از این حالت سادگی و این حالت یک نواختی که هست میتونیم چند تا کار کنیم. یک، میایم تو قسمت انیمیشن. اینجا انیمیشن مختلف هست که توی اول و آخر ویدیوتون قرار میگیره یا عکستون قرار میگیره. چجوری؟ مثلا برای اینکه موقعی که داره ظاهر میشه یه حالت اسلاید آپ باشه، یعنی که مثلا بیادش به سمت بالا. هر کدوم میتونه تست کنید، یه پیشنمایش هم براتون گذاشته. این میتونه اولش باشه و آخرش هم میتونید یه چیز برید تو قسمت اوت، میتونید یه انیمیشن هم برای آخرش انتخاب بکنید. ولی ما منظورمون این نیست. ما میخوایم موقعی که مثلا من این المانو گذاشتم پشت سرم، مثلا دارم راجع به کپکات صحبت میکنم، اون المانو واسه خودش اینجوری یه تکون ریزی بخوره. من چرا دارم دانس میام. خب بریم برای این کار میایم تو قسمت افکت. حتما باید وی پی تون روشن باشه. حالا من قطعه اگه حالا جواب بده که خوشحال میشم. اینجا سرچ میزنیم پلی. بله خیلی عالی شد. وی پی ان خب من وی پی ان زدم بچه‌ها. پلیو که سرچ بزنید این افکت‌ها رو براتون میاره. ما با هیچ کدوم کار نداریم. یه دونه هستش اینجا زده پلی پندولیوم، نمیدونم یه همچین چیزی، نمیدونم. اینو میندازیم توی ویدیو، میگیریم از اینجا با موسمون کلیک چپ میکنیم، نگه میداریم، میندازیم روی ویدیو. بعد تو تب سمت راست تنظیماتشو میاره. یه سری تنظیمات داره، مثلا میگه قدرت این انیمیشن چجوری باشه. میتونیم خیلی یه نمه ریز بیاد یا میتونه خیلی نمه بزرگ بیاد. بعد توی پایین یه قسمت داره میگه این قیافه‌شو من مچوله بکنم نکنم چیکار کنم. ما میگیم نکن، این کار زشت. بعد تو قسمت پایین سرعت انیمیشنمون رو میتونیم بالا پایین کنیم، کم و زیاد کنیم. منظورم بالا پایین که حرف درسته نیست. بعد تو قسمت شارپن هم که حالا چیز خاصی عملا اتفاق نمیفته، ولی برای بقیه عملا بقیه تصاویری که میذاری حالا این چون کیفیتش بالاست مشخص میادش، اون یه ذره وضوح میده به تصویرتون، یا میتونه کم کیفیت تر کنه یه همچین چیزی. چیز زیاد بهش دقت نکنید، زیاد توش خورد نشید. یه ذره بالا پایین کنید خودتون دستتون میاد. اینم دومین ترفندمون. تا اینجا ما یاد گرفتیم چجوری اعدادمون رو بذاریم داخل ویدیومون و چجوری بتونیم به اون یه انیمیشن بدیم. حالا تا وقتی که اون متنمون یا همون اعدادمون یا همین هر المانی که داریم توی ویدیومون موشن داره اوکیه ولی خام روح نداره، به خاطر همین متنمون که رنگش سفیده، رنگ سفیدم رنگ خوبیه ولی گرادینت یه چیز دیگه است. گرادینت چیه؟ گرادینت تلفیق یا ترکیب چند رنگ با هم که خیلی قشنگه. حالا بیایم با هم توی ویدیو من بهتون بهتر توضیح بدم. خب میایم مثلا یه دونه متن اینجا میندازیم، اسمش هم مثلا میذاریم انقاضی نه ولی پریمیوم، حالا نمیدونم چی بذارم، باگنت بذارم اسم چنلمون باشه یادگاری. خب یه فونت حالا قشنگتر یه ذرم بزرگش میکنم که شما قشنگ چشمتون ببینه. خب میایم رنگ اینو میدیم مثلا نارنجی، حالا نارنجی، آره نارنجی خوب. یه دونه دیگه از همین دوپلیکیت میگیریم. برای این کار بچه ها آلتو نگه میدارید
کلیک چپ موس رو میزنید میکشید بالا. نشد. یه بار دیگه میکشید. زایمو نکن دیگه. الان شد. خب بعد میاد رنگ دومین لایه رو میکنیم زرد. چرا این کار میکنیم؟ من خوشم اومد رنگ نارنجی و زرد رو با هم ترکیب کنم. شما مثلا بنفش و آبی، صولتی با بنفش، هرچی فرقی به بالاش نداره. بعد میایم این دوتا رو کامباوند میکنیم. یعنی چی کامباوند میکنیم؟ یعنی که چجوری بهتون بگم، یه لایه درست میکنیم که متن نباشه، یه همچین چیزی، یه لایه جمع و جور، مثل تصویر، مثل ویدیو، متن نباشه، تبدیلش میکنیم به اون. برای این کار کلیک راست میکنیم زده کریت کامپاوند کلیپ، یا میتونی آلت و جی هم رو کیبورد بزنی اوکی میکنه خودش. برای میزنیم رو دومی هم میزنیم. بعد میایم روی اون لایه دومیه، حالا هیچ فرقی نداره بچه‌ها، ولی حالا این کارش قشنگ‌تر. رون میزنیم، میایم تو قسمت ویدیو، قسمت ماسک، ادد ماسک رو میذاریم رو قسمت اسپلیت. خب میبینید این دوتا با هم تلفیق شد. حالا تلفیقای دیگه هم میتونید انجام بدید ولی اسپلیت خیلی باحال. بعد اینجا یه بیگیلکی داره، یه دونه آیکون داره که میادش حالت اون خط وسط اینجوری از هم جدا شدن و اونو مات میکنه، اصلا پراکنده میکنه که شما قشنگتر به دیدتون بیاد. اینو میکشیم یه حالا کم که زردم مشخص بشه. یه همچی خروجی و الان مگه اینو کلیک کنم یه همچی خروجی تا الان داری. اوکی، خیلی قشنگتر شد. این یکی از کارهایی که میتونیم کنیم، یا اینکه میتونیم از افکتای آماده داخل کپکات استفاده کنید. به قول معروف خیلی چیز راحت تریه، ولی یه موقع این هم جالبه، جذابه. این چیزو ما الان یاد گرفتیم. میخوام یه چیز خاص بهتون یاد بدم بچه‌ها، یه چیز با نمک که مطمئنم خوشتون میادش. بهش میگن شاین افکت. شاین افکت میادش یه نمیدونم شاید دیده باشید یه موقع برای تبلیغات دیدین مثلا یه لوگو یا برند، مثلا اگه ماشینا رو دیده باشید مثلا برند بی ام و بنز رو میذارن، بعد یه دونه اینجوری یه نور ازش رد میشه، مثلا گفت خیلی باحاله. میخوایم همچین حرکتی رو روی این متن بزنیم. چیکار میکنیم؟ میایم دومین المانمون رو یه بار دیگه کپی میگیریم از رو زرده، بعد این سری اینو میکنیم سفید. اه استغفرالله. خب اینو میکنیم سفید. این الان افتاد روی دو تا چیز ما. بعد میایم رو قسمت ویدیو، ماسک، و اینجا یه دونه افکت هستش به نام فیلم استریپ، میزنیم روش یه همچین چیزی. بعد جمعش میکنیم بچه‌ها، این دوتا رو بکشی جمع میشه. روتیتش میدیم، بعد اینو میکشیم که تصویر اینجوری بشه. خب الان یه اوکی شد. یه ذره دیگه باز روتیتش بدیم. خیلی قشنگ شد. میتونیم بذارم جمع‌ترش هم بکنیم ولی قشنگ نمیشه. خب بعد اینو میاریم اینجا. چرا؟ چون میخوایم از این ور متن اون نوره بره اون ور متن. برای این کار بعد بهش انیمیشن بدیم. تو همون قسمت ماسک هستیم، میایم پایینتر یه قسمت هستش که زده ماسک ستینگ. اینجا ما میتونیم کی فریم بدیم. کی فریم چیکار میکنه؟ بخوام خیلی خلاصه بگم، خیلی مبحثش طولانی تر، ولی خیلی خلاصه بگم که متوجه بشین. کی فریم یه سری اطلاعات رو داخل خودش نگه میداره. مثلا تو اطلاعات بهش میدی، میگی آقا من این سایز رو برام تو حافظت نگه دار. خب اون نگه میداره. الان مثلا ما اینجا یه دونه کی فریم میدیم، میگیم این همه این چیزایی که الان روی تصویر داری میبینی و تو حافظت نگه دار. برای البته قسمت مسکت. خب میگم یه ذره طولانی تره توضیحاتش، اگه بشه یه ویدیو کامل راجبش میذارم. بعد میاریم الان این اطلاعات رو همین جوری که هست نگه داشته، میاریم رو آخر ویدیو یه دونه دیگه میدیم، این نوره رو میکشیم تا ته. خب این الان متوجه شدش که این اطلاعاتی که جدیدی که بهش دادیم رو نگه داره، یعنی آخر اون متن رو. حالا از اول تا آخر متن رو یه بار پلی کنید میبینید که نوره افتاده. خیلی راحت. ببینید اگه اجازه بده. میبینی باحال نشد؟
خیلی جالبه دیگه. حالا ما همه اینا رو یاد گرفتیم، درسته؟ یاد گرفتیم اعداد بذاریم، یاد گرفتیم متن بذاریم، چجوری موشنش بدیم، المون نمیدونم شاین افکت بدیم، گردینت بذاریم، اینا رو همه رو یاد گرفتیم. ولی تا وقتی بلد نباشیم کجا و کی ازشون استفاده کنیم هیچ فایده نداره. خب برای این کار ما نیاز به یه دونه ویدیو خام داشتیم که اینجا بالا من قیافم زیاد جلوتم الان بهتر شد. یه ویدیو خام نیاز داشتیم که من آوردم، علاوه برکت اللهم زیاد دارم. میایم اینو یه کپی میگیریم اول ازش، دوباره آلتو میگیریم اینجوری فشار بابا این هر سری منو ضایع میکنه. فشار فشار الان درست شد. خب روی لایه دومی میزنیم رو قسمت ریموو و اگر اتو ریمووال رو میزنیم، خدا دیگه خودش کارا رو انجام میده، ما اینجا راحت میشینیم یه قهوه مینوش، قهوه یا چوسی نه یا دیگه یه چایی میزنیم بر بدن. آره. خب بچه انجام شد. بعد از 2 سال یه دونه ما تکست اینجا میزنیم، حالا هر چیز دیگه، حالا من اینجا الان تکست همه دستم بود میزنم مثلا تکست، خیلی تأثیر گذاره. آره اینو بزرگش میکنم، زارتی میندازم تو پشت، آره خورشید، پشت خورشید بندازمش. خب میبینید این یه جلوه جالبی میده که اگه یادتون باشه اول همین ویدیو هم آره استفادهش کردم، من زدم کپ کات. شما میتونید بهش جلوه قشنگتری بدین با استفاده از افکتای آماده‌ای که کپ کات داره، یا اینکه اصلا خودتون بهتونم یاد دادم دیگه گرادینت میتونید ازش استفاده کنید، اونم قشنگه. حالا تا اینجای ویدیو دیدین همه چی وفق به مراد بود. از یه حالت ویدیو خام یه دونه ویدیو ادیت شده اوکی داریم، نمیگیم خوب، اوکی داریم. برای اینکه بتونیم یه ذره حرفه‌ای ترش بکنیم، این چند تا ترفندی که جلوتر میخوام و بهتون بگم و بعد انجام بدیم، بریم بهتون بگم. خب ببینید بچه ها این لایه رو من نگه داشتم، اینا رو من یه بار یه دونه کامپاوند ازشون درست میفرمایم. بله خب این شد یه دونه کاملش. برای اینکه بتونم یه جلوه قشنگ بهش بدم بچه‌ها خیلی حوصله سر که من همینجوری یک سره شما تصویر منو به صورت ثابت ببینید. برای اینکه از این شر ثابت دیدن خلاص بشیم میایم بهش انیمیشن میدیم، چطوری؟ با مبحث کی فریم ها. میایم تو قسمت ویدیو، اینجا یه قسمت داریم ترانسفورم، یکی فریم اول ویدیو یکی فریم آخر ویدیو میدهیم. کیفریم آخر ویدیو رو میایم اسکیلش رو یا سایزش رو یه ذره میبریم بالاتر. الان نگاه کنی طی مدت 1 سال و اندی این یه کوچولو میاد جلو، یه ذره سرگرم کننده تر شد. حالا یه ذره اینو میتونم یه ذره بیشترش هم بکنم. اه، آره مثلا الان باز یه ذره سریعتر میاد. اگه ببینه اگه این چیز ول کنه بچه میبینید یه موقع اینجوری میشه به خاطر اینکه من دارم هم ضبط میکنم، سنگین شده سیستمم. آره میبینید یه ریز نمه داره میاد جلو، این باحاله اما حرفه‌ای نیست بچه. چیکار کنیم حرفه‌ای بشه؟ الان خیلی مبتدیه. میایم یه کلیک راست روی کلیپ میکنیم، میزنیم اینجا زده شو وریبل اسپید انیمیشن، باریکلا، یا آلتو کی خودمون، آلتو کی آلتو کی رو که بزنید اینجا کی فرمی که ساختیم رو بهمون نشون میده و یه پنجره که باز شده اینجا چیکار میکنیم. مثلا اومدیم اینجا چیکار، این اول از همه حالا بدونید که چیز چه بپرسیم، این کی فریم ها رو اینجوری سلکت میکنیم با موس. بعد که سلکت کردیم این بیل بیلک اینجا زده پریست کروز رو میزنیم. اینجا دنیا که نمیشه گفت یه 6 7 تا پریست هست. این پریست ها چیکار میکنه؟ میاد اون انیمیشنی که ما داریم میدیم و نرمتر میکنه، اصطلاحا میذارمش روی حالت، ببینید خودش زده اون فلشی که زده، یعنی که از حالت کم به سرعت بیشتر اضافه بشه. این به نظرم باحاله چون ما قرار همین اتفاق بیفته دیگه، نمه نمه یا زیاد شه یا زوم بشه. میذاریم روی حالت. حالا حالتهای دیگه‌ش هم اگه خواستیم باز توضیح بدم میگم، اینا همشون یه ویدیو مجزاست که میتونم براتون بذارم. الان 2 تا افکت سینمایی باحال یاد گرفتیم، ولی یه افکت سینمایی هست خیلی باحاله بچه‌ها، بهتون هم یاد بدم.
این افکت سینمایی که دارم میگم باحاله، به قرآن که باحالم هست. تو قسمت افکت میایم اینجا، باز وی پی تون باید کار باشه. اینجا سرچ میزنیم سینما، سینما رو میزنی. خب یه افکت اینجا هستش به اسم سینما. اصلش توی پریمیر هم هست به نام سینماتیک بار که میتونید به صورت پریست داشته باشین، ولی اینجا خب خیلی آماده است. تو کپکات یه خوبی که داره همه چیز آماده است، میگیری میندازی رو ویدیو، تمام. میبینی؟ حالا من یه ذره لگم داره چون داره چیزام ویدیو هم میگیرم، یه همچی چیزی بهمون تحویل میده، خیلی باحال‌تر شد. قبول داری دیگه؟ الان که شما که تا آخر ویدیو با من همراه بودین، میخوام به عنوان هدیه یه هدیه که نمیشه گفت، ولی خب یه افکتی رو میخوام بهتون یاد بدم که مخصوصا برای ویدیویی که ولاگ هستش و اینکه موشن توش زیاده، مثلا سوژه در حال حرکته، میخوام یه افکت جالب بهتون یاد بدم. این افکت چیه؟ افکتی که مثلا یه موقع هست شما میخواین بالای سوژهتون یه متنی باشه، بالای سوژهتون یه لوگویی باشه، مثلا ماشین بنز میخوای بالاش آرم بنز باشه. برای این کار تو کپکات یه روش خیلی ساده است، با استفاده از هوش مصنوعی که کپکات داره میتونید این کار کنید. میام تو کپکات، تو اینجا من یه دونه ویدیو دارم، یه پسر بچه است که حالا داره با مادرش میره، همینجوری داره راه میره. حالا ممکنه موشن شما بیشتر از این باشه، این داره صراط المستقیم رو میره. من میخوام بالا این یه دونه آرم کپکات بندازم. کپکات رو اینجوری میندازم بالا سرش، ریموو بک‌گراند میزنیم، کوچولش میکنیم، میکشیم بالا سر این بنده خدا، به اندازه کل اون ویدیو میکنمش. خب بعد تو همون قسمت یه یعنی خود لایه کپکات یه قسمت هست به اسم ترکینگ، موشن ترکینگ رو میزنیم. خب میگه داداشم کیو میخوای دنبال کنم برات؟ میگم این بچه رو. این بچه رو میگیریم یه ذره اینو میکشم با بابا نکن دیگه خب بعد که رو بچه کشیدم استارتو میزنم دیگه، رفت سال دیگه همین موقع ویدیو رو تحویل میگه. خب این چیزش تموم شد، تجزیه تحلیلش تمام بفرمایید. ما اینو پلی بکنم میبینید که کپکات مثل چتر بالا سر این داشمون داره حرکت میکنه. خلاص این از این. و به عنوان آخرین چیزی که قراره بهتون یاد بدم یه افکتیه، دستم، یه افکتیه که یه حس انتظار میده تو ویدیوتون. مثلا من میخوام بگم که منو تا ادامه ویدیو همراهی کنید، تا آخر ویدیو با من همراه باشید. برای این کار میتونم از یه نوار لودینگ بهش میگن استفاده کنید، یه جلوه جذاب میده، در حین حال خیلی هم آسونه. بریم بهتون یاد بدم چجوری. برای درست کردنش اینا رو من پاک کنم، یه دونه بک‌گراند ساده بذارم، یه دونه تکست میذاریم، اد تکست میزنیم و توی قسمت بیسیک به جای که متن بذاریم میذاریم اسپیس، یعنی فضا خالی میدیم. بعد رنگ که نمیتونیم بهش بدیم ولی میتونیم بهش بک‌گراند بدیم، بهش بک‌گراند میدیم. خب اینو میذاریم سفید، سفید میذاریم. این از این. اینو میایم یه دونه کامپاوندش میکنیم دوباره. البته قبلش یه دونه دوپلیکیت ازش میگیریم، میایم دومی و رنگش رو میذاریم گیرمز. آره حالا جفتشون رو کامپاوند میکنیم، این کامپاوند اینم کامپاوند. حالا لایه دوم که قرمزه که حکم پر کننده اون لایه سفیدو داره رو مسکش میکنیم. میایم تو قسمت ویدیو مسک، ادد مسک، اسپلیتو میزنیم، این ره اینوری برعکس میکنیم بهش 90 درجه و دیگه همون بحث شیرین انیمیشن و کیفریم. یه اینجا کیفریم اول ویدیو، یه کیفریم آخر ویدیو، ولی خب این آخر ویدیو این ره میکشیم تا اینجا. خب الان شما نگاه کنی یه همچی چیزی داری.
خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. اگه واقعا همراه بوده باشین نمیدانم، اطلاعی ندارم. اه، و همین دیگه، خیلی دوستتون دارم. حتما برام کامنت کنید، نظر بذارید. تازه ویدیو این چنل رو، البته قبلا من یه چنل داشتم، شروع کردم. حتما حمایت بکنید. دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی، بوس به کلتون.